گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 25. زیارت حضرت دین پناه. لطیف صاحب ما را دیده برعکس واخوری پیشین اظهار خرسندی کرد. بیایید بیایید، همه‌اش را می دانم. و با آواز نهایت پست: من گمان کردم که شما را بندی کرده کابل بردند. خیریت، نصیب دیدار بوده است، گفت لطیف صاحب. من تعجب کردم که این سیر را فقط 2 کس می دانیم. بعدن از قشلاق کلدیش تا این مزار 1.5 روزه راه. لطیف صاحب به این زودی از کجا می دانسته باشد که برای کدام کار مرا بندی کرده به کابل می بردند؟ حیران ماندنم را لطیف صاحب دیده یک تبسم گوارا کرده گفت: من واقعا نمی دانم، اما مریدان حضرت می دانند. زیارت تجارت نیست، زیارت دلی پاک است، صدق و صادقی و صفا است. هرچی در اینجا گفتند دروغ نیست. برای همین حضرت دین پناه از همدان نباشند هم همدانند. وقتی این کسها دانستند یک یک به من تفسیر می کنند. متولی به جای ولی، متولی رضا، ولی رضا گفتند. بعد اندک توقف یک آه کشیده سخنش را ادامه داد: دیگر در این سرزمین ماندن شماها جبر به جان جوانتان می شود. گویا خداوند در پیشانی شما اجرای همین وظیفه را نوشته بوده است که انجام دادید. یک خائن اصلی مردم مظلوم کم شد. آن ظالم را از بستر گرمش به خاکستر شرمش شیناندید. از لطیف صاحب پرسیدم: برادر عزیز، بخارای شریف 50 سال است که با روسیه است. دین اوروس دیگر هم باشد و خصلت مسلمانان ما به تأثیر نماند. در حال حاضر باز بالشوای های بدین این ملک را تصرف کردند. اما آخر در افغانستان 1.5 سال شد که حکمران مطلق اسلام است. تقدیر این سرزمین در دست ملا است که از نام شریعت و طریقت حاکمیت می کند. از برای خدا در این 3 ماه من با چشم خود دیدم، با 2 گوشم شنیدم، در پوست خود سنجیدم ملک شما که در هر 10 قدم از بخارای شریف زیادتر مسجد دارد. واقعا خانه بیداد، محکمه جبر و ستم و مزارستان عقل و فراست و دانش و معرفت است. این مردم باید چیکار کنند؟ دادشان را به کی گویند؟ کجا روند؟ لطیف صاحب مرا با تحمل گوش کرد و اظهار داشت: ساربان دادر، حس میکنم که غریبی، گریزه شدن تو به افغانستان برایت برابس نرفته است. درس آموخته ای، تغییر یافته ای، آدمی بذات، پدر بوده ای که یک چیز نیم چیز را فهمیده ای. این بحث دور و دراز است که چند شب و روز کمی می کند برای تفسیر آن. فقط یک بیت بزرگواری همین سرزمین را به تو می گویم که تکرار به تکرار به خودت بگویی و به دیگران بفهمان. غارتگری بد اصل آن را شمار که در لباس شریعت بیاید به کار. باقی اعتقاد و اعتماد بنده آن است و دل گواهی حق است که ما و تو باز به هم وا می خوریم و نه تنها این بحث را ادامه بلکه برای این مردم هم نیکی انجام می دهیم. بیا حال حاضر کاری مهم را با هم بینیم. می دانی که در همه کنج و کنار کلدیش و اطراف آن یک تاجیک گریزه بازدین و اسب سمند را کافته ایستادند. توانید حاضر نشود روز سفید نشده براه برایید. با ذوق تام اسب رانید. کسی اگر از سمت کلدیش هم در فکر جستجوی شما باشد نشاید که به شما رسد. در این بر و گذر مثل اسب تو
جانوری چقان و بادپا نیست. با این اسب تو را تیز می شناسند. اکنون این جانور به اسب نگاه کرده می تواند هم سبب مرگ و هم سبب نجات تو باشد. اول به اطراف سینچکارانه نگریسته، بعد دهانش را به گوش من نزدیک کرده به آواز پست: من از تو یک خواهشی برادرانه دارم. قریب صبح هنگام سفر می گویم: خیلی خسته شدید، خوب می شود نانتان را خورده خواب روید. انا شم، جایتان را می دانید، گفت لطیف صاحب. نه صاحب، این خیل نمی شود. تا ما مرقد منور حضرت دین پناه را زیارت نکنیم، دعای آن کس را نگیریم، ما را کشند هم از این درگاه مقدس قدم نمی گذاریم. گفتم با جدیت: خیلی خوب، این طور باشد از پس من بیا. طرز قدمان که آن خیمه بودگی ها آگاه نشوند که اینجا همین شب کسی بیگانه بوده است، زیرا اینها به قندوز توسط همان ده گرسخته های شما رهسپارند. دیوار موش دارد، موش گوش. من طواف آن مزار را به جا آوردم. گمان کردم که خطای خود را اصلاح کردم. دیگر سفری ما به خطر خواهد گشت. شب لب مزار. از محاکمرانی لطیف صاحب نفرت من نسبت طرز دولتداری این مملکت، بیدادی و بیعدالتی، مخصوصاً ظالمانی که مردم را از نام شریعت غارت می کنند و جبر و ظلم، باز هم زیادتر گشت. شبی تاریک من و خرامان در همان خانه سنگین تنها ماندیم. بنده جاگه درست کردم. خرامان میلی از من دوری جستن را داشت. سخن گواه دل است. من همه را شنیده و دیده بودم. چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست گفتند. من هم دیگر هرگز نیتی به دختری مهوش نزدیک شدن را نداشتم. با خود اندیشه می کردم که اگر در عمرم 2 کار جوانمردی کرده باشم، یک تاش ریشه این خصم را از زمین کنده پرتافتنم بود و آوازه نابود کردن این مجسمه بعدی تا موی سفید لطیف به فرسخها رفته رسیده است، وگرنه در این لحظه باید یا خرامان یا خودم را می کشتم. هرچند گفتار و رفتار خرامان نسبت به من نشانی صداقت و وفاداری نبود، اما به این دختری مشتی پر که مثل من در این ملک غریب و بیکس بود، جبر کردن را هم عملی نیک نمی شماریدم. و اکنون خلاصه من آن بود که او را تا مکان زیستش ساق و سلامت برده به مادرش سپارم. باقی تن و تقدیر. جان اگر بر لبی ما رسد، از غیر ننالیم، به کس نسیگالیم. از خویش بنالیم که جان سخنین است، از ماست که بر ماست. به همین اندیشه ها از جا برخاستم. گلیم تگی کرپه و کرپچه را گرفتم. بیستر بی تغییر ماند. خرامان را با طرزی که نشسته بود آزادانه از جای برداشتم. آورده در بیستر و مثل کودک خواباندم. کرپه را به او بار کردم. 2-3 قدم دورتر در بیخ دیوار من یک قسمت گلیم را کرپچه تگ، باقی مانده آن را به خود کرپه سنگی را بالش کرده دراز کشیدم. لیکن تمام شب خوابم نآمد. نه از آن که بالشتم سخت بود و نه کرپه و بالینم از یک گلیم فرسوده تنک و جای خوابم هم ناراحت و خنک. آدمی را خاطر جمع باشد در سر سنگ هم خواب میبرد. لیکن من روزگار پرالم گذشتم را به یاد می آوردم. خلاصه می کردم که آدمی با عقل می باید از کمبودی های دیگران، از دیده و شنیده ها سبق بگیرد، نه از روی هوای و هوس، بلکه از نصیحت پدر و مادر، مصلحت دوستان خلاصه برآورد. اما باعث تأسف بود که من این کار را در روبروی آزمایش تقدیر سخت خود می کردم. عشق را، حلاوت را،
عیش را از واقعیت زندگی فرق کردن نتوانستم و این بیت به خاطرم آمد: تو که در بند خویشتن باشی، عشق بازی دروغزن باشی. اندیشه میکردم که پدر من یک آدمی عادی با مهنت و مشقت زیاد در آب و لای، سنگ و خاک غوطیده اینقدر ثروت و دولت برای ما فرزندان جمع کرد. نخورد، نپوشید، راحت را ندید که همه اهل عائله سالها در عافیت و آرام و آسودگی و عاری از بندگی باشیم. مسئولیت را بر دوش من نهاده، زمام زندگی آینده را بر کتفان من داده و سرپرستی یک عائله بتون را چون جاینشین پدر به فرزند بزرگش سپاریده بود. اما من با سبکباری را پیشه کردم. سزایم را دیدم. این دو چیزم بر گناه انگیختند: بخت نافرجام و عقل ناتمام. همین فکرها مرا امکان خواب کردن نمیداد. چشم روز نکفیده آواز پای لطیف صاحب شنیده شد. از موری نگاه کردم که او چای دم کردگی را بالای دسترخوان میگذارد. از جا برخاسته خیرامان را بیدار کردم. ما دست و رو شستیم. یک پیالگی چای نوشیدیم. من سراسیمه‌وار اسب‌ها را زین کردم. آمادگی سفر را دیدم. خواستم به راه برآییم. این زمان لطیف صاحب مرا داخل خانه سنگین دعوت کرد. شالچه در را پایین فراورده گفت: شب به تو کار نهایت مهم داشتنم را خاطررسان کرده بودم و اکنون باید دانی که مهمیت کار در مخفیت کار است. من تعجب شدم که یک نفر گریزه سرسخت هستم. در زندگی خودم ره گم زدم. چگونه مخفیت؟ بعداً لطیف یک شخص عادی، نه شیخ بتون، نه درویش کامل، چی کار این آدمی مثل من سرسان و سرگردان مخفی می شده است؟ مجبور شدم این اندیشه هایم را به لطیف صاحب اظهار کنم. همصحبت من یک تبسم شیرین کرده: ساربان دادرم، دنیا همین خیلی که آدمان می بینند و تصور می کنند ساده و عادی نیست. مادامی که زمین و خاک و آب و هوا و انسان وجود دارد، این خود یک نقشه خوبی کار کرد شده بوده است. اگر این همه نقشه باشد، پس معلوم می شود این چنین کشفیات بزرگ خود به خود از هوا به زمین نغلطیده است. مؤلف دارد. من و تو هم که اینجا هستیم البته یگان حکمت داشتگی است. خلاص کلام از تو خواهش دارم که این التماس مخفی مرا اجرا کنی. به خاطر عذاب‌های کشیده‌ات، به خاطر دوستی من و تو و دیوانه. لطیف صاحب، آخر من یک گریزه بیچاره بدبخت هستم. تو تاریخ پرعلم غریبی مرا می دانسته. دیگر به تو چی گویم؟ تقدیر آینده من چی می شود؟ فقط خدا می داند. من چی و مخفی کاری چی؟ آشنا، می بینم که کوهستانی یک رو هستی. به تو اولین چیزی مخفی می گویم. لیکن این گپ را به کرته تنت هم نگو. این سپارش را من نی سلیم دوستت به تو باور کرده داده است. بدتر باز همش را می فهمی. با اصرار گفت لطیف پر اسرار. علاج دیگر نبود. من راضی شدم. او فرمود جامعت را برار. همان طور کردم. لطیف با یک استاکاری در روشنی شم متای جامعه مرا از درون بین دو شانه کنده تخمین 15-20 ورق نامه میده نویس را تنک و ناعیان کرده آن را در تگ استر جامه مانده چون دوزنده کسبی به طرزی که از درون و بیرون هم عیان می شد دوخت. بعد گفت تو ببین هوا خوب است. گرچند آخر بهار باشد هم علامت های باران سخت در این جاها به نظر نمی رسد. اگر در قسمت سفید سنگ آنجایی که شما از وطن خود به افغانستان گذشتید دیدید که دریا سیل نمی آمدگی باشد، سمند را روبروی دریا میلی به آب در آمدن آزاد نگه دار. خودش گذر را انتخاب می کند.
مبادا از پا میل آب نوشی کردن نگذارید که آنها تشنگی خود را بشکنند، زیرا وزنین شده گذشتن آب برایشان مشکل می شود. می بینم که سمند جانور نهایت هوشیار، سپاه، رمز فهم، با عقل و با قوت است. گرچند نظر به پیشینه خیلی لاغر شده است و علاوه کرد: یک خبر را هم به تو گویم. اکنون بالشوای آن طرف سرحد را کوششی تحت نظارت گرفتن کرده است. احتمال زیاد آن است که گذشتن برابر شما به دست عسکران روس می افتید. هراسان نشو. در بین آن عسکران حتما تاجیکان هم هستند. اگر تاجیک زبانی روسیدان نباشد شما را سخت استنطاق می کنند و البته این کار توسط ترجمان صورت می گیرد. شما اول یگان پاسخ ندهید. خاموش بایستید. بگذار خوب توجه آنها به شما جلب شود. اما اولین سخنی که شما به آن ترجمان می گویید: دیوانه به دوستانش سلام فرستاده است. بعدی با دقت شنیدن این سخن باید نفر پیدا شود که یکه به یکه به شما گوید: زیارتتان قبول باد مرید. این معنای آن را دارد که شما جامه را از تن بدر کرده به آن شخص می دهید. بعد دیگر پناهتان به خدا. لطیف مرموز هنگام ویدا از من خواهش کرد که رمز را تکرار کنم. تکرار کردم. خوب گفت. این سپارش را من تیز از خود کردم. نامه نویس داند که در نامه چیست. مثل همین دیگر هیچ چیز را نمی فهمیدم. اما از شنیدن نام سلیم دلم کیم چخیل روشن شده بود. حرکت کردیم. تمام راه حیات گذشته، سرگذشت عشق من و خرامان، ناکامی و فاجعه‌ای که با آن روبرو گشتم باز پیش نظرم می آمد. آدمیزاد مکان خیال و اندیشه و محاکمه بوده است. تاریخچه کوتاه عشق من و خرامان باز مثل نوار از پیش نظرم می گذشت. خلاصه برام بود که نابرابری روزگاری پرآزار این فقیر از ظهورات آن اژدهار و بیماری برجا مانده بنده در آن لحظه عبارت نبود، بلکه آن را محصول بی اندیشگی، عدم توان محاکمرانی درست، سراسیمگی، بچگی، بلهوسی، نادانی، کم حوصلگی، بی‌مسئولیتی نسبت به اهل عائله و پیش از همه شخصیت خودم می دانستم. لعنت می خواندم به خودم و به همه مردمی که با خود فریبی از وطن فرار می کنند و می گفتم که وطن گریز را جزا همین است. بدون شک من دیگر خواهشی با خرامان زندگی کردن را نداشتم. آن زمانی که مفتون زیبایی او بودم با چشم مجنون نگریستن لیلی را می ماند. با همین فکر و اندیشه ناگوار تعزیق کننده و گلوگیر ما بعد نصف روزی به موضع سفید سنگ رسیدیم. هوا نمی بارید، اما گذشتن از آب هیچ امکان نداشت. دریا سیل می آمد. معلوم بود که در بالا آب پنج در کجای بارشات سخت است. تصمیم گرفتم مشکل باشد هم شب را در همین اطراف گذرانیم. بینیم که جریان آب چی می شده باشد. در رو بروی گذرگاه در همان جایی که بعدی وارد گشتن به خاک این سرزمینی نحس من و خرامان تنها به عشق و محبت مشغول شده بودیم، بار دیگر مکان انتخاب کردم. من زین و افزاری اسب‌ها را فراوردم. آنها را بالاتر از مکانی انتخاب کرده طویله کردم. موقع انتظاری ما در بلندی جایگیر شده بود. راه از کمر این کوه می گذشت. راهگذران ما را نمی دیدند. برعکس ما می توانستیم هم راه و هم از آن بیشتر و خوبتر آن طرف ساحل دریا را نظارت کنیم. از موضع سفید سنگ کوه خواجه مومین نهایت نزدیک می نمود. گمان می کردی که دست دراز کنی به آن می رسد. بوی گل و یاسمنی، تل و تپه های چاردره دماغ را چاق می کرد. همگی 500-600 قدم از آن ساحل دریا، دیار من، زمین پدر و مادر من، زمین خواهر و برادر، یار و دوستان من، کمال و سلیم و اکی براتلی، اکی سفر، ده ها، صدها برادران و دوستان و جگربندان من آغاز می شد. به آن ساحل نگاه می کردم.
دلم میخواست پرواز کرده به آن طرف هرچی تیزتر خود را برسانم. من به سیله پرندگان که از این طرف ساحل به آن طرف ساحل بالزنان و سرودخوانان سیله سیله شده کوچ می بستند در یک نفس به مقصد می رسیدند حسد می بردم. واقعا چی خوش نسیم از آن دیاری همیشه بهار و مکان مهر به سوی ما غریبان می وزید و بوی امید، بوی زندگی و آسایش و آرامش می آورد. چی خوش گفته است بزرگواری که گدایی کنعان از پادشاهی مصر اولاتر باشد. شوق دیدار وطن، مادر، خواهر و برادر، یار و دوستان، مصلحت لطیف صاحب مرا از اندیشه های هولناکی که به سرم می آمد کمی می رهانید. آینده را به هر حال نیک تصور می کردم. هر دم خود را تسلی می دادم که اگر مسیر کوتاهی رسیدن به وطن را سلامت طی کنم، از این بلاها، جبر احتمالی بالشوای و تهدید باسمچی های خونخوار و غارتگر خلاص شوم، زندگی نو آغاز می کنم. تا انسان بند نبیند، پند بر وی اثر نگذارد. همه بد و بلا را دیدم، نتیجه اش را در ترازوی عقل سنجیدم، سببش را در اندیشه و رفتار خود دریافتم. خلاصه نمودم آن چیزی که به خود کردم با دست خود کردم و اصلاح آن را هم به خود مربوط می دانستم و این را امکان پذیر می شمردم. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سعیدزاده. انجام قسم 25.